قضیه این نیست که من بگم هر که عمامه سرش هست این مورد تایید است. خیر، من از بسیاریشون متنفرم و بسیاریشونم اعتقاد بهشون ندارم. شاید گاهی شما یا مردم خیال بکنند که من اگر چنانچه از روحانیت طرفداری میکنم برای این است که منم یه معمم هستم و این گروه گرایی است. و من کراراً گفتم که من با هر که معمم است و اسم خودش را روحانی گذاشته است موافق نیستم. روحانی که بر خلاف مسلک روحانیت و اسلام عمل بکند و توطئه‌گر باشد این از ساواکی بدتر است. ما با هیچ ملتی بد نیست. اسلام آمده بود برای تمام ملل، برای ناس. یا ایها الناس، اسلام برای همه است، دلسوز برای بشر است. ما تابع اسلامی، ما دلسوزیم برای بشر.